واکنش‌ها به ترور محسن فخریزاده در جامعه ایران و رسانه‌های اجتماعی متفاوت بوده. بخشی این ترور رو محکوم کردند و بخشی دیگر از آن استقبال کردند. در این برنامه می‌پرسیم این دوگانگی از کجا نشأت می‌گیرد و بیانگر چه وضعیتی است؟ این ترور فضای سیاسی ایران رو دستخوش چه تغییری می‌کند و بر چشم‌انداز رابطه ایران و آمریکا چه تأثیری می‌گذارد؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. در برنامه امروز دو مهمان داریم. علیرضا کیانی عضو شبکه فرشگرد از واشنگتن و سینا عزودی پژوهشگر روابط بین‌الملل در شورای اتلانتیک از همین شهر همراه ما هستند. خوش آمد میگم به هر دوی شما آقایان. آقای عزودی اجازه بدید صحبت رو با شما شروع بکنیم. ترور محسن فخریزاده در ایران موافقان و مخالفانی داشت. بعضی از اون استقبال کردند، بعضی هم اون رو محکوم کردند و باش مخالف بودن. به نظر شما استدلال مخالفان ترور آقای فخریزاده چی؟ استدلال مخالفان این ترور که خیلی ها از جمله رئیس سابق CIA و یکی دو تا سناتورهای آمریکایی و سفیر سابق آمریکا گفتن اینه که این کار غیر اخلاقیه، بعضی وقتا غیر قانونیه و بسیار خطرناکه و ممکنه که اگر به اصطلاح وارد این نردبان تنش بشیم ممکنه کل منطقه خاورمیانه رو باعث یه جنگ دوباره بکنه. این استدلالیه که مخالفای به اصطلاح این ترور میگن و در زمینی که تروریسم در هر صورت چه هر کسی انجام بده باید محکوم بشه. بسیار خوب. آقای کیانی نظر شما چی هست در این باره؟ به نظر شما آنها که از این ترور استقبال کردند صحبتشون چیه؟ درود بر شما. بله بفرمایید. مهمان برنامه و درود بر ملت ایران و تبریک میگم از اینکه یکی از دشمنانشون عملاً از صفحه روزگار محو شده. امیدوارم که روزگاری ما از کشته شدن اینا استقبال نمی‌کنیم، چون اینا باید در دادگاه‌های ملی پاسخگوی جنایاتشون باشن و امیدواریم که خود ملت ایران بتونن اونها رو بکشونن به دادگاه‌های ملی و این رژیم رو سرنگون کنن. و در مورد بحث شما من اول بگم که این ترور به معنای تروریسمی که میشناسیم نبوده. ایران جمهوری اسلامی یعنی ایران رو در شرایط جنگی با اسرائیل برده. آقای خامنه‌ای بارها به اسرائیل اعلام جنگ کردن و اسرائیل هم در شرایط جنگی یکی از آدم‌های به اصطلاح اردوگاه مقابل رو کشته. و اگرچه مفهوم ترور و بحث تروریسم بحث بسیار پیچیده و درازدامنیه و هنوز هم روی تعریف واحدی از تروریسم توافق نرسیدن، ولی همه دانشمندان و ساینتیست‌های مربوط به این مسئله توافق دارن که در شرایط جنگی اگر بزنید کسی از اردوگاه مقابل رو بکشید اون ترور محسوب نمیشه. در مورد یه نکته‌ای هم آقای عزودی گفتم، یه حرفی دارم، گفتم منطقه رو به آشوب میکشه ترور ایشون. مسئله اینه که سر قاسم سلیمانی مدت‌ها این رو میگفتن اگر قاسم سلیمانی رو شما بخواید، چون میدونید که در دوره دولت اوباما هم بحث کشتن قاسم سلیمانی در میان بود، حتی رفت جلو ولی پشیمون شدن. گفتن اگه قاسم سلیمانی کشته بشه منطقه به آتش کشیده میشه. ما دیدیم قاسم سلیمانی کشته شد خوشبختانه و منطقه به آتش کشیده نشد. امروز یه منطقه بسیار امن‌تری داریم. حتی CFR شورای روابط خارجه آمریکا که اساساً یک نهاد تینک تانک ضد ترامپه، مقاله‌ای نوشته در اونجا هست که میگه هدیه ترامپ به بایدن یک منطقه امن‌تر و باثبات‌تره. بسیار خوب. آقای عزودی شما چی فکر میکنید؟ به اضافه اینکه در صحبت‌های آقای کیانی دو تا کلمه بود، یکی تبریکی که گفتند و دیگری خوشبختانه از کشته شدن قاسم سلیمانی و در پایان هم نتیجه گرفتن که منطقه امن‌تر شده. شما هم همینطور فکر میکنید؟ من نه همچین فکر نمی کنم. من نگفتم حتما به این میشه، گفتم امکانش رو داره. در زمانی که آقای سلیمانی ترور شدش در عراق دیدیم که ایران جواب دادش و بعدش هم آقای ظریف هم آقای ترامپ جفتشون به نظر من تصمیم درستی گرفتن و اعلام کردن که ادامه نخواهند دادش. یعنی اگر ایران پاسخ حمله آمریکا رو داد و آمریکا میخواست پاسخ حمله ایران رو بده،
این ممکن بودش که هی بیشتر و دامنه این درگیری بیشتر و بیشتر بشه. همونطور که زمانی که ایران هواپیمای بدون سرنشین آمریکا رو به اصطلاح زدنش، دولت آقای ترامپ و اول شخص آقای ترامپ اول موافقت میکنن که یه حمله بکنن و جواب حمله ایران رو بدن، که بعدن آقای ترامپ بعدن نظرشون برگشت. یعنی همیشه امکان جنگ هستش. اصلا یه اصطلاحی میگن جنگ مثل عشق میمونه، در جایی که انتظارشو نداری ممکنه به سراغتون بیادش. این از اون مسئله. و دوم اینه که چرا حالا اینی که آقای کیانی اعتقاد دارن که خوشبختانه این نظر ایشونه، نظرشون هم محترمه، ولی به نظر من اینه که احتمال جنگ ممکنه در منطقه ما بیشتر بشه. این خوشبختانه نیستش، برای اینی که دیگران هستن که باید برن اون وسط میدون جنگ. البته من خطابم به کسانی بود که ملت ایران میبینم واکنششون رو، بسیار خوشحالم. من گفتم خوشبختانه از منظر ملت ایران. شما ناراحتید، من شما تسلیت میگم بابت کشته شدن ایشون. خب حالا اگه از بحث تسلیت و تبریک بگذریم آقای کیانی، شما فکر میکنید که عملا این به نوعی یک جور استاندارد دوگانه نیست؟ یک استاندارد دوگانه مطرح میشه هم در سوی جمهوری اسلامی و هم در سوی در واقع به آنها که انگشت اتهام در این ترور بهشون در واقع اشاره رفته. از سوی میگویند که اگر تروری از جانب جمهوری اسلامی رخ میده در خارج از مرزها، این ترور در واقع محکوم هست، و از سوی دیگر در داخل جمهوری اسلامی کسانی که این ترور رو محکوم میکنن، همین پیروز 3 نفر از تایلند برگردونده شدن. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی داره در بلژیک محاکمه میشه، حکمی علیه او صادر شده. یعنی این دبل استاندارد رو چطور میشه اصلا توضیح داد؟ ترور قطعا محکومه. مگه من استاندارد دوگانه دارم؟ من میگم این دو نظام، این دو سیستم در حال جنگ با هم دیگه هستن. سال 89 که ساینتیست های اونا ساینتیست بودن واقعا، بعضیاشون مربوط به جمهوری اسلامی، دانشمندای حالا هسته‌ای بهش میگن، کشته شدن. جمهوری اسلامی به کنیا، به تایلند، نمیدونم به 2-3 جای دیگه آدم فرستاد، موفق نشد اسرائیلیا رو بکشه. به گرجستان که کشف کردن عملیات در واقع اون پروژه‌ای که می‌خواستن سفیر اسرائیل رو بکشن، جمهوری اسلامی موفق نشد، اسرائیل زورش رسید. یعنی عرضم اینه که دو کشور من شما برید، من اتفاقا لیست کردم اینجا چون موضع آقای عزودی رو میدونستم، لیست کردم اینجا این بحثی که خامنه‌ای، مواضع خامنه‌ای که اعلام جنگ کرده. خامنه‌ای توی اگر اشتباه نکنم نوامبر 2014 یه برنامه 9 ماده‌ای داده برای نابودی اسرائیل و عین صراحت خامنه‌ایه که در واقع این حرفا رو میزنه، میگه باید مقاومتی مسلحانه و قاطع علیه اسرائیل صورت بگیره. یا مواضع زیاد، فتوای جهاد داده، یعنی بهش رنگ و بوی مذهبی داده. در سپتامبر 2017 توی سخنرانی با سفرای کشور اسلامی فتوای جهاد علیه اسرائیل داده. خب اسرائیل هم که برای صیانت از خودش که آروم نمیشینه، بله. کشور در حالت جنگی به سر ببرن. میخواید نظر آقای عزادی رو واسه صحبت‌های شما آقای کیانی؟ من این نکته رو بگم، شهروند رو نکشتن. شما حتی نگاه کنید همسر آقای این کسی که الان به درک پاس اسمش چیه؟ این همین آقای فخریزاده. آقای فخریزاده. حالا میخواین اگر که از اصطلاحات این گونه استفاده نکنیم، بالاخره کسی جانش رو از دست داده، حالا مخالفید یا موافقید، حالا در مورد شخص مرده میخواید با بی‌احترامی صحبت نکنیم دیگه ها؟ نه البته اینا صرفا بی‌احترامی نمی‌کردن، اینا جان بچه‌های مردم رو می‌گرفتن. بله. من حالا مشکلی با استاندارد برنامه شما ندارم. بله حتما من از این ادبیات استفاده نمی‌کنم، ولی اینها آدم‌هایی نیستن که لایق احترام باشن. احترام میاره. اونا جان ما رو گرفتن. اونا به خود من 2 بار زندان تعمیر کردن. به هر حال عرضم اینه که این آدم شهروند که نبود. این آدم توی اردوگاه نظامی طرف مقابلی بود که رهبرش اعلام جنگ کرده. خب این که شما نمیتونید بگید این ترور هستش. یعنی عرضم اینه. یه نکته دیگر رو بگم. این آقای عزودی میگن که مسئله منطقه به پنش کشیده میشه. به داستان عین الاسد اشاره کردن. اون مضحکه عین الاسد بین خود طرفدارای جمهوری اسلامی دیگه خریدار نداره. شما در فلوریدا داری پروپاگانداشو میکنی آقای عزودی. طرفدارای جمهوری اسلامی در قم و تهران خودشون خجالت میکشن که اسم عین الاسد رو به میون بیارن. بین فرمانده‌های سپاه هماهنگی رسانه‌ای وجود نداره. یکی میگه حاجی زاده میگه ما زدیم کشتیم، سلامی میگه ما نزدیم نکشتیم ولی ضربه سختی زدیم. اجازه بدید پاسخ آقای عزادی رو بشنویم. آقای کیانی برمیگردیم خدمت شما. آقای عزادی میشنویم صحبتتون.
والا انقدر اطلاعات غلط دارن میدن که من نمیدونم کدومو جواب بدم. اول اینه که ایران و همه‌شو جواب بدید آقای عزادی. اول اینه که ایران و اسرائیل در حال جنگ نیستن. دوم اینه که اصلا از لحاظ واقعیت، از لحاظ علمی امکان نداره که یک کشوری که به سلاح اتمی مجهز نیستش بتونه یک کشوری رو که سلاح اتمی داره 80 تاش هم داره نابود بکنه. اینه که حالا ایران، رهبرای ایران میان یه مقدار حرفای گنده میزنن. این یه مسئله است. اینی هم که در واقع بشه اصلا این کارو کرد یا نه اصلا یه مسئله دیگه است. یه مثال میزنم، زمانی که در زمان جنگ ایران و عراق، موقعی که لبنان شلوغ شده بودش و خیلی از نیروهای سپاه و اینها میخواستن برن لبنان به جنگن، آیت الله خمینی بهشون گفته بودن که از هواپیما برشون گردونیم برای اینکه به اصطلاح حفظ نظام مهمتره. و از این حرفا زیاد میزنن. آقای کیانی که حالا جای خود داره، آقای برنارد لوئیس از تاریخ‌نگارای خیلی معروف آمریکا گفته بودن در سال 2006 که ایران در روز مبعث پیغمبر در اون سال که میشد 22 آگوست 2006 ایران حمله اتمی پیشگیرانه میکنه به اسرائیل. الان نوامبر 2020 هستیم، ایران نه سلاح اتمی داره نه همچین اتفاقی افتاده. ببینید شعار دادن رابطه ایران و اسرائیل رو بهش اشاره میکنید آقای اسدی. درسته که این دو کشور در حال جنگ به معنی جنگ متعارف نیستند، اما از سوی جمهوری اسلامی اقداماتی در خارج از مرزها علیه دیپلمات‌های اسرائیلی یا به هر حال شهروندان اسرائیلی، نظامیان اسرائیلی گفته شده که انجام شده. خب در واقع به نظر میرسه که به نوعی درگیری‌های غیر مستقیمی با هم دارند که اینها به طور جدی تاثیرگذار هست بر وضعیت منطقه، بر وضعیت امنیت خود این دو تا کشور. حرفتون 100% درسته. این جنگ‌های نامتقارن بین ایران و اسرائیل سال‌هاست که ادامه داشته. یعنی سال 2010 اتفاقاً الان در سالگردش هستیم که آقای یک از دانشمندای اتمی ایران رو ترور شد و باز معلوم نشد که کیه، ولی اثر انگشت اسرائیل روش بود. یعنی انقدر باعث آبروریزی شده بودش که دولت آقای اوباما محکوم کردن این حمله ها رو. خب این 3 نفر ایرانی هم که از تایلند برگردونده شدن، اونها هم به سوء قصد علیه دیپلمات‌های اسرائیلی در تایلند متهمن. بله کاملا درسته. ایران این نیروهای اطلاعاتیش رو فرستاد که جواب بدن، نتونستن. اسرائیل به خاطر اینکه از لحاظ اطلاعاتی بسیار پیشرفته‌تر از ایرانه کارش رو خیلی خوب انجام داد، مأموریتشون رو درست انجام دادن، ولی ایرانی‌ها نتونستن. و بعد شروع کردن اهداف نرم رو مورد حمله قرار دادن، چون نتونستن اهداف مهمتر رو بزنن، رفتن سراغ اهداف نرمتر. یعنی ببینید جنگ بین ایران و ببینید اگر اشتباه نکنم و ممکنه اینجا مثال رو اشتباه بیارم، ولی فکر میکنم یک اتوبوس توریستا رو در یک جا مورد حمله قرار داده بودن. من مطمئن نیستم، این مثال ممکنه که اشتباه بگم ولی تقریبا مطمئنم. یک موردی آقای عزادی، من از آقای کیانی پرسیدم، حالا جواب شما رو هم بشنویم. این استدلال به نوعی استاندارد دوگانه‌ای که در تعریف ترور و واکنش به ترور به خصوص از سمت جمهوری اسلامی تعبیر میشه، به نظر شما چطور باید تعیین کرد؟ چطور باید بهش نگاه کرد؟ در سوی جمهوری اسلامی ترور مقام خودش رو در واقع محکوم میکنه، به شدت نسبت بهش حداقل واکنشی کلامی نشون میده. حالا در عین الاسد اشاره کردید، در این مورد واکنش جمهوری اسلامی تعیین کننده قدم‌های بعدی کشورهای دیگر خودش و به هر حال آینده روابط مذاکره با ایران و آمریکاست که به تدریج بهش خواهیم پرداخت. اما در سوی دیگر کسانی رو خودش اعزام میکنه به خارج از مرزها که یا کسانی که در خارج از مرزها هستند در واقع فرمان ترور میده. این حالا برای ترور مخالفان، ترور دیپلمات‌های کشورهایی که روابط خصمانه خودش برای خودش تعریف کرده با اونها اینا هست. این رو چطور باید توضیح داد؟ من آقای کیانی یه حرفی زدن به نظر من کاملا درست بودش. اول صحبتشون گفتن که این برمیگرده به تعریف تروریسم، برای اینکه همیشه در تعریف تروریسم اومده که تروریست یک نفر دیگه میشه جنگجوی آزادیخواه یک دیگه. یعنی زمانی که مثلا میگم مثال میزنم، یک دولت الف در یک کشور دیگه عملیات انجام میده، یک کسی رو ترور میکنن، حذف میکنن، حالا کلمه ترور هم استفاده میکنن، حذف میکنن، کشوری که به اصطلاح هدف بوده طرف دیگر رو متهم میکنه به تروریسم. و بعد زمانی که برعکس میشه، اون کشور دیگر رو متهم میکنه به تروریسم. یعنی
برمیگردیم به این تعریف غیر دقیق تروریسم که همیشه تروریست یک نفر میشه جنگجوی آزادیخواه یک دیگه. مثال بزنم، مثلا تعریف غیر دقیق تروریسم یا ناشی از یک استاندارد دوگانه است که اگه ما بکشیم درسته، دیگران ما رو بکشن درست نیست. خب اینها جفتشون به نظر من یکیه. یعنی اگر من بکنم ایراد نداره، من کار درستی کردم، من تروریست نیستم، ولی شما که من ازتون خوشم نمیاد شما تروریستین. این اسمایی که رد و بدل میشه توی رسانه ها. حتی ببینید کلمات خیلی مهمه، کلماتی که استفاده میکنیم، مثلا هدف قرار دادن، کشتن، ترور کردن، اینا همش به نظر من اون چیزی که بسته به جهتی که اون به اصطلاح اخبار داره میاد حتی تعریف میشه. یه مثال بهتون بزنم برای اینکه فقط چارچوب اینو بهتر بفهمیم. آقای نلسون ماندلا که همه قبولش دارن به عنوان یک رهبر آزادیخواه، ایشون هم تا سال 2008 جزء لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا بودن. من حالا خیلی اعتقاد ندارن که آقای نلسون ماندلا تروریست بوده، منم اعتقاد ندارم که تروریست بوده، ولی برمیگردیم به اینی که متاسفانه تعریف تروریسم ذاتاً یک تعریف دوگانه هست، که دبل استاندارد توش همونطور اتوبوسی که بهش اشاره کردید که مورد حمله قرار گرفته در سال 2012 بود در بلغارستان. 7 نفر اسرائیلی از گردشگرانی که در این اتوبوس بودند کشته شدند. انگشت اتهام به سمت ایران نشانه رفت ولی ایران نپذیرفت و تکذیب کرد. بسیار خوب، اجازه بدید به بقیه بحث بپردازیم. آقای کیانی، در کنار همه اون چیزی که مطرح میشه، نوع پاسخی که جمهوری اسلامی میتونه در شرایط فعلی بده مهم هست دیگه. اشاره کردید به اینان اسد و به نوعی اون رو مسکه خوندید به خاطر اینکه خب نقد شد از مقامات آمریکایی که خب حتی خونی از بینی یک سرباز نریخت در اینان اسد، سرباز آمریکایی. الان در حال حاضر جمهوری اسلامی عملاً چه کار میتونه بکنه؟ از یک نظر اگر واکنشی نشون نده به نوعی حیثیتش زیر سوال میره، اگر واکنشی نشون بده ممکنه که یک دعوای جدی‌تر و جنگی صورت بگیره که در شرایط فعلی ممکنه جمهوری اسلامی خواهانش نباشه. برای اولین بار شاید میبینیم که یک همچین اتفاقی میفته و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وقتی داره واکنش نشون میده خواهان دستگیری و محاکمه عاملان میشه، اما اشاره به کشورهای دیگه نمیکنه. جمهوری اسلامی لات کوچه خلوته. چون جمهوری اسلامی زبون زور میفهمه و میدونه که اگر با فشار حرف با زور در واقع سخن گفته بشه در واقع این عقب میشینه. من راجع به تک تک فکت ها و حرفایی که زدم تا برنامه شما وقت نیست. آقای عزیزی هر پلتفرمی که بگم میام و به من گفتن اطلاعات غلط میده، من واسه تمام حرفام فکت و سند رو میکنم. این از این. آقا شما خودت داری درسشو میخونی ولی اطلاعات بیسیکش نداری. خمینی نگفت حفظ نظام مهمتره. خمینی برگشت گفت راه قدس از کربلا میگذره. یاد بگیر آقای عزیزی، این مباحث بیسیک جنگ 8 ساله رو یاد بگیرید. حرف خمینی و که بعداً شعار شد، گفتن راه قدس از کربلا میگذره و بیایید فعلا در اینجا بجنگیم، چون بهش فرماندهی نظامی نامه داده بودن که ما قدرت اینو نداریم که در 2 جبهه بجنگیم. یکی این نکته بعدم این که میگی در شرایط جنگی به سر نمیبره. آقا شما اصلا اخبار بین‌المللی رو دنبال میکنی؟ شما الان میدونی تو سوریه چه خبره؟ شما میدونی بین سپاه پاسداران و اسرائیل، من که ادعاشو ندارم، شما به من میگی فکت غلط میدی، 4 تا اسمم از برنارد لوئیس و فلان لوئیس میاری که منو مرعوب کنی. آقا من مرعوب نمیشم جلوی اسم، من دارم بهت فکت میدم. من دارم بهت میگم در سوریه این 2 رژیم در حال جنگ هستن. اسرائیل زده بالا و پایین جمهوری اسلامی رو تو سوریه یکی کرده. این جنگ نیست؟ من دارم بهت میگم نوامبر 2014 عین سخن جلوی منه. نوامبر 2014 محمد رضا نقدی برگشته گفته من تضمین میکنم که کرانه باختری، نه غزه، چون غزه که حماس بود باش در ارتباط بودن، کرانه باختری مسلح خواهد شد و تونل های مقاومت به تل‌آویو هم خواهد رسید. همون تونل هایی که کشف شد توسط اسرائیلیا. بحث تسلیح کرانه باختری رو خامنه‌ای مطرح کرد و امثال نقدی و حاجی زاده بعد اون و سلامی بعد اون گفتن. این حرفا رو نظر این مباحث بیسیک هستش. یه نکته‌ای رو من بگم، من واقعا میخواین جواب آقای عزادی رو به این بخش صحبت‌های شما بشنویم بعد مسئله جدیدتری مطرح کنید. آقای عزادی بفرمایید. جوابی ندارم بدم، ولی فقط جالبه برام که ایشون میخوان به من درس بدن. من جوابی ندارم بدم.
یعنی فکر می‌کنید اون چیزا بفهمید بدیهیات رو نمیدونی، شما فکت ها رو نمیدونی. معلومه که من باید بیام راجع به حرف خمینی که بگم درست نقد کن حرفو، که من بهت یادآوری کنم که در سوریه جنگ بین اسرائیل و سپاه پاسداران با همدیگه منچ بازی نمیکنن، شیرینی بین همدیگه پخش نمیکنن، عروسی نیست، جنگه. شما بعد هم مدام به من میگی استاندارد نگانه، مدام به نهادهای بین المللی استناد میکنی. چطور شما به قوانین بین المللی استناد میکنی برای دفاع از رژیمی که بیسیک ترین ترمهای بین المللی رو به رسمیت نمیشناسه؟ شما اسرائیل رو اساس کشور نمیدونه. بعد آقای عزادی، شما مگه در آبان 98 مگه رژیم رو مجاز ندونستی که مردم معترض رو بکشه؟ چطور اسرائیل رو مجاز نمیدونی که حریف و دشمن جنگی خودش رو بکشه؟ شما آقای عزادی پاسخی دارید به این بخش صحبتش؟ اسرائیل رو مجاز نمیدونی؟ بماند. بذارید آقای عزادی به این بخش صحبت‌های شما جواب بدن. آقای کیانی برمیگردیم. آقای عزادی بفرمایید. من قبلا گفتم، بازم میگم، من اصلا به کار شخصی نمی‌کنم. در شأن من نیستش که بحث شخصی بکنم. من چیزی که گفتم اینه که و باز هم میگم اینه که تروریسم رو اگر محکوم میکنیم باید در همه جا محکوم بکنیم. اگر میگیم که اقدامات ایران تروریسم در خارج از کشور و باید محکوم بشه و من قبول دارم، به همون اندازه باید اقداماتی که تروریسم محسوب میشه، اقدامات تروریستی محسوب میشه، اونو هم باید محکوم بکنیم. اگرم اقدام تروریستی نیستش که خب در هر صورت اقدام تروریستی نیستش. در هر صورت اگر بخوایم نگاه بکنیم این استفاده از خشونت علیه غیر نظامیان و اهداف سیاسی که تعریف تروریسم هستش از جنگ جهانی دوم شروع شده تا الان هم ادامه داره و ادامه خواهد داشت متاسفانه. اشاره کردن آقای کیانی در بخشی از صحبتاشون به بحث کشتار آبان 98 که پارسال اتفاق افتاد. به نظر شما این چنین رویارویی‌های این چنینی که بین حاکمیت و مردم رخ میده که در طی یک مدت زمانی بسیار کوتاه تعداد زیادی از آدم‌ها رو در کوچه و خیابون به گلوله می‌بندند، در یک همچین زمانی چگونه خودش رو نشون میده؟ یعنی الان آیا شاهد این موافقت و مخالفت با نوع روایت حاکمیت از کشته شدن و ترور محسن فخریزاده رو میشه گذاشت در قالب این تحلیل که گسست جدی بین حاکمیت و ملت اتفاق افتاده، گسستی که اگر کسی از بدنه حاکمیت حتی هدف ترور قرار میگیره ملت پشتیبانی نمیکنه و ازش خوشحال ممکنه بشه به نوعی؟ آنها که آسیب دیدند، آنها که کشته دادند، آنها که رو در روی حاکمیت خودشون رو حس میکنن. حرفتون کاملا درسته. بله، به خاطر اتفاقاتی که افتاده، وضعیت اقتصادی، شلوغی هایی که شد، کشتاری که شدش پارسال، در هر صورت برداشت من اینه که جامعه ایران، چه روشنفکران، چه طبقه متوسط، چه طبقات پایین‌تر، کلاً به اصطلاح اون یک، همونطور که شما گفتین، یک جدایی افتاده و یک استئصالی هستش. دو تا دلیل اصلی هم توش می‌بینم. یکی شرایط بد اقتصادی که ایران هستش که اون خودش نتیجه فساد سیستماتیک، سوء مدیریت، تحریم هاست. همه اینها با همه این مسئله اقتصادیشه و مسئله سیاسی که به مرور زمان هرچی فشار خارجی بیشتر شده، حکومت هم به اصطلاح فضای سیاسی رو بیشتر بسته و متاسفانه داریم میریم به سمتی که نظامی‌ها قدرت بیشتری دارن میگیرن. فضای سیاسی ایران داره یک فضای یک دست میشه که کمترین صدای مخالف داره سعی میکنن ببندن تحت فشار و همه اینها، مجموعه ای از همه اینها به نظر من باعث شده که همونطور که شما گفتین یک جدایی، یک پلی بیفته بین حکومت و جامعه. به نظر شما حاکمیت مؤثر نبوده در ایجاد یک همچین فضایی؟ یعنی حاکمیت به این سمت برده همه چیز رو و حالا که کار به اینجا رسیده ممکنه که خواهان اون عواقبی که تا به الان ایجاد شده نباشه؟ مطمئناً که حاکمیت دلش نمیخواد مردم ازش گسسته باشند، اما به نوعی هیچ توجهی هم برای جلب حمایت مردمی نمیکنه به هیچ وجه. مردم در معادلاتی که در سیاست در پیش میگیره لحاظ نمیشن. بله، به دلایلی که گفتم که حکومت مقصر هستش تا حد زیادی. این جدایی افتاده
صحت حرف آخرم این بودش که و الان میخوام تکرار بکنم، اینه که در زمانهایی که رعایت درست هست اوضاع، جامعه نمیخواد قبول بکنه. حتی در جاهایی که حکومت حرف درستی میزنه قبول نمیکنه جامعه، برای اینکه یک بی‌اعتمادی کلی در جامعه به وجود اومده به حکومت. یعنی به نظر من حکومت جنگ رسانه‌ای رو عملاً باخته، اعتماد مردم رو و علاقه مردم رو از خودش کاملا از دست داده. بسیار خوب. آقای کیانی در مورد صحبت‌هایی که مطرح شد شما نظری دارید؟ میشه من فقط می‌خوام بگم مگه شما توی اون موضعتون تو آبان 98 تو مگه توی پارتی یا نمی‌دونم صدای شما رو من خیلی خوب نمی‌شنوم، جملتون دوباره تکرار کنید. عرضم اینه که ایشون گفتم شخصی حمله می‌کنن، گفتم مگه شما موضعتون در مورد آبان 98 تو همون ایران، تو همین ایران اینترنشنال گفتید؟ مگه تو پارتی به من گفتید؟ مگه خصوصی به من گفتید؟ خب مواضع شماست، من به شخص شما چیکار دارم؟ بعد هم یک دو نکته‌ای که ایشون مطرح کردن اینه که نظامی‌ها قدرت رو میگیرن، خنده‌داره. میگم نمی‌شناسن دیگه این کشوری رو که در مورد کنن، نظامی رو که دارن صحبت می‌کنن نمی‌شناسن. آقا 8 رئیس جمهور محمود احمدی نژاد سابقه سپاهی داره، 8 تا رئیس آقای حسن روحانی سابقه امنیتی داره، در جنگ محافظ رفسنجانی بوده. میدونی اینا رو شما؟ دبیر شورای عالی امنیت بوده. یعنی چی نظامی‌ها و امنیتی‌ها قدرت رو میگیرن؟ آردی قدرت دست اینا. و خود آقای حسن روحانی راجع به سپاه میگه دولت با تفنگ و میگه دولت ما هم قوی‌تره. حرفا واقعا میگم بیسیک‌ترین حواس. یک چیز دیگه متاسفانه یه لحظه میخواین اجازه بدیم ببینیم چی گفتن آقای عزادی وسط همین قسمت صحبت شما. یادتون نره بقیه ادامه صحبت شما رو میشنویم. چی گفتید آقای عزادی؟ من نشنیدم. راتو میگیرم. آدمم گفتم که آقای کیانی فرمودن که آقای عزادی این چیزها رو نمیدونه، گفتم فقط شما میدونید. همین. بسیار خوب. آقای کیانی شما ادامه بده، بفرمایید. در مورد ایران من از شما خیلی بهتر میدونم. نکته دیگه این که گفتن که حزب الله، در واقع گفتن که یه بحث دیگه هم داشتن. این که من تو توییتر میگم من به مواضع شما مثلا شخصی در واقع نمیپردازم، من یه نوعی ریاکاری میکنم، چون اینجا دارن میگن که به اصطلاح افکار عمومی جدا شده. به درستی میگن افکار عمومی نوعی فاصله افتاده، ولی من یه توییتی از ایشون دیدم که در صفحه خودشون منعکس شده که اینجوری به انگلیسی هم هست که میگه public opinion demands retaliation. افکار عمومی در ایران تلافی و جبران عمل اسرائیل رو میخواد. در اونجا به روزنامه وطن امروز هم استناد میکنن که میدونیم خودشون هم البته گفتن اونجا، گفتن این که روزنامه تندروهای محافظه کار هستش. از کی تا حالا وطن امروز رو که بدتر از کیهان شریعت مداریه شده مصداق افکار عمومی؟ بعد شما تو توییتر خودتون میگین افکار عمومی ریتالییشن و اقدام متقابل میخواد، بعد اینجا میایید میگید که بین افکار عمومی و حاکمیت جدا افتاده، بعد بخش از مردم خوشحالن. آقا شما رو تو کدوم زمین داری بازی میکنی؟ بسیار خوب. بذارید پاسخ آقای عزادی رو بشنویم. آقای عزادی پاسخ چی رو باید بدم؟ گفتن که شما در توییتتون به زبان انگلیسی مطرح کردید که ملت خواهان انتقام هستند، افکار عمومی در ایران خواهان تلافی هستند، اما در صحبت الان چیز دیگه ای مطرح کردید. حتما که میشنوید صحبت آقای کیانی رو، اگه نظری دارید پاسخ دارید میدونید من برداشت من حداقل اینه که من آمدم سوالهای شما رو جواب بدم، نه آقای کیانی. آقای کیانی حقیقتش پذیرفتید که مناظره باشه، یعنی به هر حال صحبتی از دو طرف مطرح میشه که شما نظری اگر دارید میشنوید. مناظره هستش، ولی ببینید آقای کیانی که میخوان حرفای منو نقد کنن متاسفانه نه در این زمینه سررشته‌ای دارن، نه بلد هستن حرفای منو، نه میخوان بفهمن و هر چقدر هم که بخواید بهشون یاد بدید متوجه نخواهند شد، چون دوست ندارن که متوجه بشن. حرفی که من زدم در توییتم و باز هم میگم اینه که در هر صورت کیهان و روزنامه وطن امروز که به جناح محافظه‌کار ایران نزدیک هستن، اینها بالاخره گروهی از مردم رو، طرفدارانی دارن که دارن فشار میارن که روی افکار عمومی تأثیر بذارن، دارن سعی میکنن اون صداهایی رو که در داخل ایران داره سعی میکنه دولت رو مجبور بکنه به جواب دادن که کار بسیار خطرناکی هم هستش، دارن صداهای اونها رو
گنده تر میکنن، بزرگتر میکنن که فشار بذارن. این خطرناک هستش. من سر توییت هایی که میکنم وای میستم. بسیار آقای عزودی صحبت رو با خود شما ادامه میدم. آقای کیانی شما چیز دیگری دارید که بگید یا اینکه ما بگذریم از این محور، به خاطر اینکه خیلی تکرار کردیم محورهای دیگه‌ای هست که مایلم مطرح بکنیم. کوتاه بفرمایید. من فقط میخوام بگم ایشون به انگلیسی فقط اینو نوشتن Public Opinion Demands Retaliation. این چیزایی که الان گفتم به فارسی اضافه کرده. توی توییت انگلیسیشون این اومده. خوب. یعنی افکار عمومی در ایران خواهان تلافی هستن. بسیار خوب. این ارقام متقابل رو میخواد. من کی این تفسیری که الان میدن رو به فارسی الان اضافه کردم. انگلیسی اون معلومه من از چه انگلیسی می‌نویسم، برای اینکه در واقع ذهن مخاطب غربی رو بخوان لید و هدایت بکنن. بسیار خوب. یه نگاهی هم بکنیم به وضعیت در واقع احتمال مذاکره ایران و آمریکا و آنچه که به هر حال در دولت آقای بایدن ممکنه که رخ بده. امروز آقای ظریف حرفایی زده، گفته که بر اساس اینکه چه جناحی با آمریکا زودتر مذاکره بکنه مسابقه و رقابت شدیدی در داخل ایران وجود داره. نمایندگان یک جناح رفتن به آمریکا گرا دادند که با دولت روحانی مذاکره نکنید چون که رفتنی هستن. اجازه بدید این بخش از صحبت‌های آقای ظریف رو بشنویم، برمیگردیم برای تحلیل اون چه که بعد از این ممکنه که در عرصه روابط ایران و آمریکا رخ بده. بعضی دوستان میرن نه به چین، حتی به آمریکا گرا میدن که با ما بهتر میتونین کار بکنین. ما که سکوت میکنیم دلیل نداره که متوجه نیستیم از این گراهایی که داده میشه. من به کسی رو متهم نمیکنم، ولی میدانم که خیلی ها، یعنی خبرش رو بهم میدن، الان در شأن این نیستم که این رو منتقل بکنم، میرن میگن اینها در قدرت نمیمونن، قدرت اینها چند روزه است. اینجاست که من فکر میکنم سیاست خارجی نیاز داره که منسجم باشه. خب آقای کیانی، به نظر شما یا این در واقع حرفهای آقای ظریف رو باید در کنار این گذاشت که این ترور ممکنه که به طور عامدانه تلاش کرده باشه که به نوعی به مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا در واقع ضربه بزنه، در کنار رقابت‌های درونی که وجود داره بر سر اینکه چه کسی با آمریکا مذاکره بکنه، که به نظر میرسه از این صحبت‌های آقای ظریف جمهوری اسلامی آماده مذاکره است، منتها ظاهراً دعوا در درون سر اینه که کی مذاکره رو شروع کنه. من متاسفم که باید حرف کسی مثل ظریف رو تایید کنم و به طور درست سیاست خارجی نیست در جمهوری اسلامی و این چیزی که گرا میدن، این رقابت‌های درونی واقعا فراتر از این. تو بحث حتی حوزه‌های اطلاعاتی امنیتی، من سخن حسین علایی فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه رو در واقع نقل میکنم که ایشون تو مقاله‌ای که بعد از کشته شدن فخریزاده نوشتن اشاره کردن که اسرائیل در ایران یک ساختار اطلاعاتی امنیتی داره. نگاه کنید، راجع به یک اقدام خاص حرف نمیزنه، میگه یک ساخته و میگه ترورهای بعدی هم در راهه. و خود فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی هم در واقع گفته بودن که اصلا آقای فخریزاده قرار بود 10 سال پیش ترور بشه. بعد وقتی شما میبینید تو حوزه اطلاعاتی امنیتی اسرائیلی‌ها چنین آدم دارن، چنین نفوذی دارن که میتونن به راحتی تارگت های خودشون رو هدف بگیرن و بزنن اونا رو، طبعا تو سیاست خارجی اصلا سابقه تاریخی هم داره. محمد جواد لاریجانی قبل از روی کار اومدن ناطق نوری، اون موقعی که رقابت نوری و خاتمی بود، رفته بود با انگلیسی‌ها صحبت کرده بود و گفته بود که در واقع ما میایم رو کار و با ما باید صحبت کنید. و من فکر میکنم که در مورد نوع پاسخ که گفتیم، من سریع بگم، همونطور که تو پیام خامنه‌ای هم دیدیم، انتقام سختی در کار نخواهد بود. اینا به ضعف خودشون بسیار آگاه هستند. همونطور که عرض کردم، جمهوری اسلامی به تعبیر خود خامنه‌ای لات کوچه خلوته. احتمالاً یه مائده حجبری، اسماعیل بخشی اینو در واقع میگیرن، یا رولازمو میارن عراق، از عراق به قول معروف میارنش ایران و میخوان دوباره هیمنه اشراف اطلاعاتی خودشون رو به در پایگاه هدف خودشون بفروشن. ولی حتی پایگاه هدفشون هم دیگه همونطور که ببینیم راضی نیست به این وضع. آقای عزیزی، نظر شما چی هست؟ به نظر شما این ترور عامدانه در واقع ضربه‌ای به مذاکرات هسته‌ای میتونه، به مذاکرات بین ایران و آمریکا میتونه تلقی بشه، یا اینکه نه فقط یک در واقع ضربه به برنامه اتمی ایران؟ به خصوص حرفای آقای ظریف رو هم اگر در نظر بگیریم و عزمی که به نظر میرسه در درون حاکمیت وجود داره برای مذاکره. من فکر نمی‌کنم به اون اندازه روی برنامه اتمی ایران تاثیر بذاره. بیشتر من فکر می‌کنم این هدف یک سیاسی بوده که
ایران رو توی موقعیت بذارن که یا باید بشینه کنار و جواب نده، یا اینی که مجبور بشه جواب بده که بعد چند تا احتمال مختلف داره. ولی در ادامه اون بگم که یکی از این هدفی که دنبال میکرده مسلماً تو ایران خیلی ها رو عصبانی خواهد کرد، موقعیت ایران رو در مقابل دولت آینده آقای بایدن که 20 ژانویه قرار بیان به اصطلاح غیر منعطف‌تر خواهند کردش و این حمله‌ای که انجام شدش به خاطر این بودش که سعی بکنن که ایران رو یک تله براش بذارن که بخواد جواب بده، که عملاً آقای ترامپ رو مجبور بکنن که جواب بده. اگر توجه کرده باشین آمریکا ناو هواپیمابر نیمیتس رو با کشتی‌های محافظش فرستاده خلیج فارس. یعنی همه اینها به هم بستگی داره، یعنی اینها نباید به صورت تک تک نگاه بکنیم، باید به صورت یک مجموعه نگاه بکنیم که این داره انجام میشه که یک تله بذارن که اگر ایران بخواد جواب بده درگیری پیش بیاد، موقعیت آقای بایدن رو سخت‌تر بکنن اگر بخوان به مذاکرات رو با ایران اثر بگیرن. بسیار خوب. آقای کیانی در مورد صحبت و تحلیل آقای عزادی نظری دارید؟ من مخالف هستم. من فکر میکنم که البته با این بخش موافق هستم که اساساً نتانیاهو و اسرائیل این کارو کردن برای اینکه تو روند اون توافق هسته‌ای تاثیر بگذارن، ولی اینکه مطمئنم خامنه‌ای چون توان خودش رو، ضعف خودش رو خوب میدونه و به فروش حداقلی نفت وابسته است، قطعا در واقع پای میز مذاکره خواهد رفت اگر طرف مقابل ازش بخواد. و در دوره 4 ساله ترامپ هم اگر ندیدیم سعی کردن تاب بیارن که با خامنه‌ای با قاتل قاسم سلیمانی مذاکره نکنه، ولی این بار اسرائیلیا کشتن و فکر میکنم که مذاکره انجام خواهد شد چون خامنه‌ای نیاز داره. حالا به هر حال اگرچه که انگشت اتهام به سمت اسرائیلیاست ولی اونها به طور رسمی تایید نکردن. خوبه که حالا این رو هم در کنار همه صحبت‌هایی که مربوط به اسرائیل مطرح شد بگیم. اما یک مسئله که مطرح میشه اینه که منافع ملی یک جور انسجام جدی در درون دستگاه حاکمیت برای دیپلماسی خارجی میخواد. چرا این انسجام هنوز بعد از 42 سال در جمهوری اسلامی شاهدش نیستیم؟ چرا هنوز دعوای بین دو گروه میتونه بر منافع ملی که هزینه پرداز اصلیش مردم هستن تاثیر بذاره؟ آقای عزودی. این متاسفانه در ایران وجود داره، برای اینکه گروه‌های مختلف سیاسی میخوان قدرت رو قبضه بکنن، خودشون بیان سر کار و بعد پیام میدن به بیرون که ما میتونیم، و برای همین شما همیشه چند صدایی رو میشنوید. ولی نکته جالبی که هستش اینه که توی آمریکا هم این سابقه وجود داره. مثلا زمان جنگ ویتنام پیام میفرستادن به ویتنامی ها که با دولت فعلی مذاکره نکنین، ما بیایم سر کار بهتون معامله بهتری میکنیم. یا حتی نماینده های آقای ریگان با نماینده های آیت الله خمینی دیدار کرده بودن و خواسته بودن که به اصطلاح این آزادی گروگان‌های آمریکایی، دیپلمات‌های آمریکایی رو در ایران به تأخیر بندازن برای اینکه خودشون بتونن قدرت رو قبضه کنن و دیگران رو بندازن زیر اتوبوس. یعنی این یه چیزی که متاسفانه وجود داره در ایران، شدتش خیلی بیشتره و همدیگر رو به قولن میندازن زیر اتوبوس. حتی مثلا میگم اصلاح طلب‌ها زمانی که میندازن زیر اتوبوس، آقای عزادی، مردم رو دارن میندازن زیر اتوبوس، برای اینکه عملاً وقتی که این سیاست خارجی ناتوان از در واقع تاثیرگذاری جدی هست، هزینه اصلیش رو مردم میدن، که اما اینکه در حال حاضر مردم در واقع هزینه تحریم رو میدن. اجازه بفرمایید نظر آقای کیانی رو هم در جمله‌مو تمام اگه اجازه بدید من فقط جمله‌مو تمام بکنم. یه مثال دیگه در ایران زمانی که آقای احمدی نژاد با سال 2010 با ترکیه و برزیل به صلاح قرار یک تفاهم‌نامه امضا کردن، آقای میرحسین موسوی اون موقع اونو با عهدنامه ترکمنچای مقایسه کردن. یعنی عملا می‌بینین بازی‌های سیاسی دائم وجود داره بین رقبا. بله همینطوره. آقای کیانی، ببینید این آشفتگی در سیاست خارجی ناشی از اینه که یعنی یه آشفتگی سیستماتیک و ساختاری هستش که خود قانون اساسی جمهوری اسلامی این اجازه این آشفتگی رو میده. شما میبینید که خامنه‌ای خب مدام بر ایدئولوژی بودن و اهداف به اصطلاح انقلاب 57 اصرار می‌ورزه
و اصل 150 قانون اساسی سپاه پاسداران وظیفه سپاه پاسداران رو حراست از مرزها مثلا تعریف نمیکنه. اصل 150 قانون اساسی که اصل مربوط به سپاه صراحتا میگه سپاه نگهبان انقلابه، وظیفش نگهبانی از انقلابه. خب بعد نگهبانی از انقلاب ایجاب میکنه به جایی برسیم که قاسم سلیمانی تو منطقه سفرای کشورهای منطقه رو تعیین میکرد و یا مثلا قاسم سلیمانی بشار اسد رو دیدار با خامنه‌ای. طبیعیه که ساختار بوروکراتیک و کلاسیکی مثل وزارت خارجه به یه نوع تضاد منافع و به یه نوع در واقع تضاهم به تعبیر حقوقی ها برسه با مثلا سپاه پاسداران و همونطور که میدونید سپاه پاسداران به واسطه پشتیبانی نهاد ولایت فقیه دست بالا رو خواهد داشت تا جمهوری اسلامی و این قانون اساسی که من سوال حالا خیلی هم وقت کوتاه است. نکته‌ای که وجود داره این که فارغ از اینکه سپاه چه قدرتی داره، فارغ از اینکه دولت در سایه‌ای وجود داره یا وجود نداره، مثلا اینه که در این مملکت حاکمیت همچنان که به بقای خودش فکر میکنه میبایست به مردمش هم فکر کنه. چرا این اتفاق نمیفته در دستگاه خارجی ما و حتی دعوای دو گروه میتونه سرنوشت ساز بشه؟ خب به دلیل اینکه خیلی بارز و روشنه دستگاه ولایت فقیه در بالای سر هستش، چه بر بالای سیاست خارجی جناح تجدید نظر طلب و چه سپاه پاسداران. و مگه دستگاه ولایت فقیه با این حجم از مسئولیت و قدرتی که در اختیار داره اساسا طرف مقابلش به مردم فکر میکنه؟ من یه مثال خیلی کوتاه بزنم. حدود 200 میلیارد دلار سرمایه منقول و غیر منقول زیر دست خامنه‌ایه در ایام کرونا که این همه محتاج بودن. آیا 1 میلیارد دلار از این سرمایه آزاد شد در ستادهای مثل ستاد فرمان امام؟ زمان تمام شد آقای کیانی. خیلی متشکرم. سپاسگزارم از مهمانان برنامه علیرضا کیانی عضو شبکه فرشگرد و سینا عزودی پژوهشگر روابط بین‌الملل، هر دو از واشنگتن. در پایان این قسمت از برنامه چشم انداز هستیم. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده برنامه. تا دیدار دیگر وقت شما بخیر. ایام بکام.